سلام. توی این ویدیو میخوام به چهره در حال خنده رو درست کنم و برای این کار چهره علیرضا طریسچی رو انتخاب کردم. بریم که مراحلش رو با هم ببینیم. کارمو با فشرده کردن فویل برای ساخت اسکلت سر شروع میکنم. فویل ها رو تا جایی که میتونم فشرده میکنم تا یک زیر کار محکم داشته باشم. روند فشرده کردن فویل ها رو تا جایی که از هر طرف 5 میلیمتر آزاد باشه ادامه میدم. معمولا برای ساخت زیر کارم فقط از فویل و سیم استفاده میکنم، ولی توی این مورد آزمایشی از خمیر پلیمری هم استفاده کردم. روی فویلمو کمی لیکوید میزنم و یه لایه خمیر پلیمری روش اضافه میکنم. بعد از 30 دقیقه از فر در میارم و اجازه میدم خوب سرد بشه. خمیر اصلی که برای ساخت مجسمه ازش استفاده میکنم خمیر پلیمری اسکالپیکا از برند نیکا که یک برند ایرانیه. آدرس پیجش رو توی توضیحات مینویسم و میتونید توی اینستا سرچ کنید و تهیه کنید. خب اینجا چهرم حجم خوبی داره و یه مقدار خمیر برای بینیش اضافه میکنم. حین کار مرتب اندازه گیری میکنم تا جزئیاتی که درست میکنم توی اندازه‌های درستی باشن. فرو رفتگی قسمت چشماش درست شده، فقط دیگه باید خمیر اضافه کنم برای گونه‌ها و دهنش که جزئیات اونها رو هم درست کنم. جای لب‌ها رو مشخص کردم و چون چهره در حال خنده است فضای بین لب‌ها یعنی داخل دهنش رو خالی میکنم و انتهای لب‌ها رو کمی بالاتر میبرم. فعلا دندون‌ها رو اضافه نمیکنم، در ادامه دلیلش رو توضیح میدم. بعد از تکمیل کردن قسمت پایین چهره نوبت چشم ها. چون که مدل در حال خنده است چشم ها و پلک ها کمی جمع میشن، پس پلک ها کمی بزرگتر به نظر بیان. مرتب با عکس تطابق میدم تا اندازه ها یکسان باشه. اندازه و حدود گوشا رو مشخص میکنم. کلا حساسیت خاصی برای گوشا به کار نمیبرم و بیشتر سعی میکنم از روبرو نمای خوبی داشته باشن. الان میخوام مجسمه رو بفرستم داخل فر برای پخت، ولی قبلش سطح مجسمه رو با الکل ایزوپروفیل صاف میکنم. بعد از پخت اجازه میدم خوب سرد بشه و بعدش میرم برای ادامه کار. خب الان شروع میکنم به اضافه کردن دندونای مجسمه. چون که مجسمه پخته شده و محکم شده، حتی اگه اشتباهی ابزارم به لبش بخوره یا جای دیگه صورتش اتفاقی نمیافته، چون قسمت از قبل پخته شده و محکمه. آخر سر با الکل لبه‌های دندونا رو صاف میکنم و بعدش میرم برای ساخت موها. حد و حدود موها رو علامت میزنم، یعنی جایی که موها باید قرار بگیرن. خمیر رو اضافه میکنم و بعد از کامل شدن موها باز میره برای پخت.
خب مجسمه سرد شده، سطح مجسمه رو پرایمر میزنم و با پاستل گچی شروع به سایه زنی میکنم. نکته‌ای که برای رنگ‌آمیزی چشم‌ها خیلی مهمه اینه که دور قرنیه چشم‌ها رو با مداد علامت میزنم و از مرکز شروع به رنگ‌آمیزی میکنم. و آخر سرم با رزین یووی چشم‌ها رو براق میکنم. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. لطفاً با لایک و سابسکرایب حمایت کنید تا من هم انرژی بگیرم و بیشتر خدمتتون باشم. بازم ممنونم. خداحافظ.